های گایز سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو با من. آقا امروز اومدیم که بریم از این چالش هایی که تو 3 دقیقه بعد دایموند پیدا کنی. من اینجا تایمر رو زدم، رفتم داخل بازی تا حالا یه صفحه ماهی رفتم بیاد. جونی نیستم. آقا من واسه خودم یه پیککس گذاشتم، چرا نمیده؟ جونی نیستم. یا خب این از جونی کردم. من واسه خودم یه پیککس گذاشتم چون که واقعا نمیشه، خیلی بیشتر طول میکشید. خب اینجا هم که برو پایین دیگه، برو پایین دیگه، برو پایین دلله. خب گیر افتادم. ای بابای این چی بود؟ بکنم برم یه ست آهنی هم درست کنم، پیککس آهنی برم درست کنم بعضا، ولی اول بذار یکم بیشتر بکنم. میخوام برم از اینجا پایین آب کلاچ کنم. صدا ای جان تونستم. بعدش بیا آهن. خب بذار من اینو بکنم، بذار برم اونجا آهنی خوشگل. ولی خب اوه عجب آهن خوشمزه ای. یه دایمنده خوشمزه هم بده خوب میشه. چرا نداد؟ تبرم نمیشه با تبرم. بذار اینجا رو بکنم. فقط این ویدیو یه نکته داشت، حرف نکتهش رو فهمیدی حتما توی کامنت ها بگو. خب چقدر داره تاریک میشه حاجی. چند دقیقه وقت دارم؟ من جایی نمیتونم ببینم. خیلی کجا بود؟ زمانم تموم شد. خب چون که زمانم تموم شد باید برم زیر آب بمیرم. بچه ها من نتونستم دایموند خوشمزه رو پیدا کنم. هر کی میتونه دایموند خوشمزه رو زیر 3 دقیقه پیدا کنه توی کامنت ها بگه. وای وای وای. آقا راستی ممنون واسه 10 تایی شدنمون. تا ویدیو بعد فعلا خداها. دایموند